کاروان قصه. قصه های ناب و شنیدنی و به یاد ماندنی. به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. به نام خداوند بزرگ و یکتا، و درود و صلوات بر روان بهترین انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، و با تقدیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدمت شما ادب دوستان گرامی برنامه کاروان قصه. خوش وقتیم. باز هم بنده شفیق رسولی و همکار ثبت برنامه به ادامه داستان خواستم نویسنده شوم که قسمت اول آن را شب گذشته به حضورتان به خوانش گرفتیم. قسمت دوم آن را نیز برایتان به خوانش میگیریم. امید است تا آخر برنامه با ما همراه بوده و شنیدن داستان لذت ببرید. بله دوستان عزیز، در شب گذشته تا اینجا رسیده بودیم که پدرم غضبناک فریاد زد: تو نمیخواهی دکتر شوی؟ نمیخواهی آبرو حیثیت داشته باشی؟ با التماس گفتم میخواهم داشته باشم، میخواهم حیثیت داشته باشم، ولی تنها راهش دکتر شدن نیست. پدرم با خشم سخنم را برید: برو گم شو، از پیش چشمم برو که روی نحست را نبینم. به گریه در آمدم و گفتم مرا ببخشید، من نمیتوانم. پدرم با خشم بیشتری چیخ کشید: برو گم شو. بله دوستان عزیز، در شب گذشته تا اینجا رسیده بودیم و این هم ادامه داستان خواستم نویسنده شوم، نوشته استاد رهنورد زریاب. رادیوی ملی افغانستان، صدای رسای همه افغانها. از آن روز به بعد دست به نوشتن زدم. می نوشتم. اتاقم پر از کاغذ بود. قهرمانان گوناگون در کلم و جولان می در آمدند و هر کدامشان می خواست روی کاغذ آیند. حادثه های مختلف در ذهنم نقش می بستند. چهره های زشت و زیبا، آدم های پلید و خوب، آدم های فقیر با لباس های ژولیده و آدم های ثروتمند با لباس های باشکوه. اینها همه می خواستند روی کاغذ آیند. بچه های کوچک، دختران کوچک، معلمانم، همسنفانم، همسایگانمان، کوچگی های ما، همه مواد کارم بودند. همه چیز را روی کاغذ می ریختم. بعد داستان آماده می شد. وقتی می خواندمش می دیدم خیلی بد است. پارش می کردم. روی اتاق از توته های کاغذ سفید شده می بود. باز هم می نوشتم. وقتی داستان تمام می شد می خواندمش. هیچ چیز نمی بود. ازش بدم می آمد. از خودم بدم می آمد. در اتاق قدم می زدم. چشمم به تصویرهای نویسندگان بزرگ می افتاد. داستایفسکی را می دیدم، نزدیکش می رفتم و نجوا کنان ازش می پرسیدم: تو چطور این همه حادثه آفریدی؟ این حادثه ها را از کجا کردی؟ بعد حالت تضرع به خود می گرفتم و می گفتم آخر چیزی هم بگو. ولی داستایفسکی خاموش می بود. با موهایم چنگ می زدم، عصبانی می شدم، با مشت به سینه تصویر می کوبیدم و با بی‌طاقتی فریاد می کشیدم: بگو، یک چیز بگو. نیرویم به تحلیل می رفت. کم کم لاغر می شدم. دهنم مزه تلخ می داد و خشک می بود. لبهایم زنگ بسته می بودند و من باز هم می نوشتم. در تمام این روزها پدرم را ندیدم. تنها مادرم را می دیدم. مادرم می گفت که پدرم بسیار خشمناک است. می گفت که او شبها با خودش گپ می زند. از ثروت و حیثیت گپ می زند. گاهی هم فریاد می کشد و به من فحش می دهد و می گوید که آخر عاقم می کند. از این رو مادرم با تضرع از من می خواست که بروم و طب بخوانم. ولی من قبول نمی کردم.
بالاخره روزی یک داستانم را گرفتم و رفتم به دفتر یک مجله. دروازه را با ترس و لرز باز کردم. 2-3 تا میز در اتاق ماندگی بودند. پشت یکی از میزها مردی استخوانی که عینک ذره‌بینی سفید و کلاه قرقلی کهنه‌ای به سر داشت نشسته بود. وقتی مرا دید با صدای خشنی پرسید: چی می‌خواهی؟ آب دهنم را فرو بردم. به کاغذهای خودم اشاره کردم و گفتم: من این داستان را آوردم. مرد گفت: بده به من. کاغذهایم را گرفت و در کنجی روی میزش گذاشت. من بلا تکلیف میان اتاق ایستاده بودم. مرد عینکی بدون توجه به وجود من مصروف گرفتن ناخن‌هایش شد. در حالی که دستانم را به یکدیگر میمالیدم پرسیدم: خوب، چطور؟ چاپش میکنید یا نه؟ من مثل آن که مرد عینکی منتظر همین کلمه ها بود، هنوز جمله من تمام نشده بود که ناخنگیرش را روی میز انداخت، چهرش تیره و تار شد و فریاد کشید: بگیرید، مرا پاره پاره کنید، مرا تکه تکه کنید، زندگی مرا تباه کرده اید. حالا تو آمده ای و میخواهی که بگویم چاپ میشود یا نی؟ آخر من چه کار کنم؟ مطبع بروم، با حروف چین ها سر و کله بزنم، پروف بخوانم، حق الزحمه ها را محاسبه کنم؟ چه کنم؟ برخاست و سوی من آمد و با همان عصبانیت پرسید: تو احمق، بگو من چی کار کنم؟ من دق مانده بودم، نمیدانستم چی بگویم. به سختی گفتم: من گناهی ندارم، به خدا گناهی ندارم. با عجله از اتاق برآمدم. ناامیدی عظیمی سراپایم را فرا گرفته بود. همه امیدهایم در هم ریخته بودند. حسابهایم غلط برآمده بودند. دلم شد که دیگر گرد نویسندگی نگردم. دریافتم آینده‌ای که میپنداشتم زیباست، سخت نازیبا بود. 2-3 روز بعد به دفتر مجله رفتم. داستانم را به دستم دادند. زیر آن نوشته شده بود: از نشر آن معذرت می‌خواهیم. دنیا به سرم تیره و تار شد. میخواستم فریاد بکشم، میخواستم بروم و گلوی مدیر مجله را بفشارم، ولی این کارها را نکردم. تنها از دفتر مجله برآمدم. بی اختیار به راه افتادم. رفتم. یک وقت دیدم که تقریبا از شهر خارج شدم. دور و برم کسی نبود. کنار جوی آبی ایستادم. داستانم را ورق در آب افکندم. وقتی آخرین ورق را آب برد به گریه در آمدم و ناگهان تصمیم گرفتم که نویسندگی را رها کنم و طب بخوانم. وقتی به اتاق کوچکم داخل شدم ناگهان تصمیمم شکست. دیدم نویسندگان بزرگ برویم لبخند میزنند. داستایفسکی با ریش نازکش، هدایت با عینک‌هایش، پوشکین با نگاه مغرورش، دیکنز با گردن باریکش، فلوبر با سر تاسش. لبخندهایشان ملایم بودند و رنگ سرزنش داشتند. به نظرم آمد که همه ایشان سرزنشم می کنند. همه ایشان از ناشکیبایی من آزرده شده بودند. چشمم که به جک لندن افتاد به نظرم آمد که می گوید: مگر مارتین ایدن را ندیده ای؟ بیچاره در راه نویسنده شدن چه رنجی برد. بعد تصویرها همه به صدا در آمدند. همه ایشان گپ می زدند، سرزنشم می کردند، ملامتم می کردند. در میان آوازها آواز جک لندن قوی تر از همه بود: مگر مارتین ایدن را نخوانده ای؟ من دستهایم را به گوشهایم نهادم و فریاد کشیدم: نه، میخواهم نویسنده شوم، میخواهم. روز دیگر داستان دیگری را با مجله دیگری بردم. 2 روز بعد داستانم را پس دادند. زیر آن نوشته بودند: شما استعداد خوبی دارید، اما ما منتظر آثار بهترتان هستیم. یک بار دیگر صداها در کلم پیچیدند. چکش و یأس باز بر سر امیدهایم فرود آمد. ولی این بار زیاد خودم را نباختم. ورقهای داستان را به دریا انداختم و به خانه رفتم. باز هم به نوشتن پرداختم. نوشتم. باز هم داستانی را برداشتم و رفتم سراغ همان مجله اولی.
3 روز بعد داستان را مسترد کردند. بر پیشانی آن نوشته بودند: داستان خیلی ضعیف است، قابل نشر نیست. ورقها را به آب دریا سپردم و به خانه برگشتم. داستانهای دیگر را به این مجله ها بردم. باز هم مسترد کردند. باز هم بردم. باز هم مسترد کردند، تا اندازه‌ای که دیگر با کارکنان مجله ها آشنا شده بودم. حتی وقتی در راه با آنان برمیخوردم احوال پرسی می کردیم، ولی آنان هنوز هم داستانهایم را مسترد می کردند. یک روز که به خانه رفتم، مادرم هراسان به اتاقم آمد. رنگش پریده بود، مشوش معلوم می شد. گفت: پدرت ناجور است، 2 شب است که نخوابیده، تب دارد، یک دکتر بیاور. با عجله برآمدم و دکتری را به خانه آوردم. وقتی سر بالین پدرم رفتم، دیدم رنگش زرد شده است. سخت لاغر شده بود. چشمش که به من افتاد، در چهرش تشنجی نمودار شد. بعد به دکتر خیره گشت و پرسید: این کیست؟ مادرم با آواز ملایمی جواب داد: دکتر صاحب است، آمده تو را معاینه کند. پدرم تب زده گفت: تو دکتر هستی ها؟ دکتر پاسخ داد: ها، من دکتر هستم. چرا مگر؟ پدرم جمله او را برید: تو خانه داری نی؟ دکتر که ناراحت شده بود گفت: ها، دارم. پدرم بار دیگر پرسید: موتر هم داری؟ این بار دکتر محیلانه خندید: ها، یک موتر هم دارم. پدرم با نوعی هیجان گفت: مردم احترامت میکنند نی؟ تو ماه چند پیداگری داری؟ معلوم میشد که دکتر ناراحت شده است. روی پدرم خم شدم و زاری کنان گفتم: خواهش میکنم خاموش باشید. پدرم غضبناک سخن مرا برید: تو گنگه شو. این دکتر صاحب را ببین که طب خوانده، موتر دارد، خانه بزرگ دارد، ماهانه. خب بگو دکتر، ماهانه چند پیدا میکنی؟ من بار دیگر گفتم: پدر خواهش میکنم. پدرم فریاد کشید: تو گنگه شو، ماهانه. گفتم: شما دیوانه شده اید. پدرم با خشم گفت: خدایا مرا دیوانه میگوید. برو گم شو، تو را کی آورده؟ برو ای نویسنده، نویسنده. به پدرم حمله عصبی آمده بود، میلرزید. دکتر سوزن پیچکاریش را در بازوی او فرو برد. یک لحظه بعد پدرم سوی من دید و فریاد کشید: ای نمک حرام. دوا تأثیرش را کرد. آرام آرام به خواب عمیقی فرو رفت. دکتر گفت: او به تشویش روحی دچار شده است، باید راحت باشد. بعد نسخه نوشت و رفت. بالاخره روزی برایم گفتند که یک داستانم قبول شده و چاپ می شود. از خوشحالی در پوست نمی گنجیدم. با بی‌صبری انتظار آن روز را می کشیدم. دلم باغ باغ می شد. وقتی مجله را خریدم، با شتاب ورقش را زدم تا به داستان خودم رسیدم. فریادی از خوشحالی کشیدم. داستان از من بود. نام من بر سر داستان نوشته شده بود. من نویسنده شده بودم. با شتاب به خانه رفتم. مادرم در حویلی بود. فریاد زدم: مادر ببین، داستان من چاپ شده. صفحات مجله را پیش چشمهای او گرفتم. مادرم خاموشانه حروف ناآشنا را نگریست. بعد به سوی من دید و لبخندی زد. در چهرش عاطفه شدیدی را حس کردم. از چشمهایش محبت و همدردی میبارید. برای نخستین بار دریافتم که مادرم با وجود جهان کوچکش مرا درک کرده است. به سوی اتاق دویدم. شاد بودم. تصویرهای نویسندگان بزرگ هم شاد به نظر می آمدند. بلند گفتم: سلام استادان من، سلام ای بلزاک، سلام ای تورگنیف. می فهمید که من شاگرد شما نویسنده شدم. در حلقه شما در آمدم. درست است که هنوز خیلی ناچیزم، ولی باز هم از جمله شما هستم. نویسنده هستم، نویسنده.
قهقه زدم. آواز خندم در اتاق کوچک پیچید و به دیوارها خورد. به نظرم آمد که تصویرها نیز بلند بلند می خندند. به نظرم آمد که همه از پیروزی من سرمست هستند. اتاق کوچکم پر از قهقه شد، پر از قهقه مستانه، و من در میان این صداها پیهم فریاد می زدم: من نویسنده شدم، نویسنده شدم. یک روز که در اتاقم سرگرم نوشتن بودم، مادرم داخل شد. افسرده و غصه‌دار به نظر می آمد. اتاق را از نظر گذرانیدم. آرام آرام به من نزدیک شد. بر سرم دست کشید. لبهایش می لرزید. متوجه شدم که موهای سرش زیاد سپید شدند. زورکی خندیدم و گفتم: می بینی یک داستان دیگر می خواهند بنویسم. ولی بالاخره مادرم با بی‌حوصلگی گفت: بنویس، تو هر چی دلت می خواهد بنویس، ولی بالاخره پولی هم باید پیدا کنی. پدرت 2 هفته است که به بستر افتاده. دیگر پیسه برای هیچ چیز نیست. تو باید پیسه پیدا کنی. مادرم به گریه درآمد. گفتم: من می روم که حق زحمه داستان خودم را بگیرم. که به دفتر مجله رفتم. تا دویدم و بالا دویدم. به این اتاق رفتم و به آن اتاق رفتم. به این رجوع کردم و به آن رجوع کردم. سرانجام بعد از گرفتن 2-3 امضا حق زحمه مرا دادند. وقتی پول را گرفتم چنان ناچیز بود که از خودم شرمم آمد. از نویسندگی شرمم آمد. از هرچه نویسنده در جهان است شرمیدم. با سر افکنده به خانه رفتم. نخواستم مادرم را ببینم. یک راست به اتاق خودم در آمدم. به نظرم آمد که تصویرها همه سرهایشان را پایین انداخته و از شرم به سویم دیده نمی توانند. همه ایشان خجالت زده بودند. من مثل آن که آنان را دلداری بدهم گفتم: خوب، چی می شود کرد؟ واقعیت همین است. باید فداکاری کرد. ارزش هنر بالاتر از پول است. ولی به من چی دادند؟ پولها را طوری گرفتم که تصویرها دیده بتوانند و ادامه دادم: می بینید به من چی دادند؟ این بهای آدمهای من است. آدمهای خوب و بد من. مضحک است. اینطور نیست؟ ناگهان شنیدم که داستایفسکی خنده را شروع کرد. دیگران هم به دنبال او خندیدن را گرفتند. من به خنده در آمدم. همه ایمان بلند بلند می خندیدیم. اتاق پر از قهقه شد. قهقه نومیدانه‌ای بود. صداها به دیوارها می خوردند و به کنج و کنار می خزیدند. و من در این حال پول ناچیز را در دست داشتم و بلند بلند می گفتند: بهای آدمهای من، بهای آدمهای خوب و بد من. ناگهان صداها از میان رفتند. دروازه اتاقم باز شد و پدرم در آمد. نفس نفس می زد. به نظرم آمد که در تب شدیدی می سوزد. چهره زردش کبود شده بود. پره‌های بینیش می لرزیدند. سراسر بدنش می لرزید. از چوکات در محکم گرفته بود که نیفتد. مادرم با رنگ پریده پشت سرش ایستاده بود. پدرم فریاد زد: دیگر این خانه جای تو نیست. گفتم: من چی کردم؟ پدرم بلندتر فریاد کشید: برو پشت کارت. من دیگر بچه ندارم. هیچ کس ندارم. ترسیده گفتم: شما مریض هستید. پدرم با نفرت چیخ کشید: برو گم شو ای نویسنده، ای قصه نویس. من تو را عاق می کنم. تو را کار ندارم. من هم تقریبا فریاد کشیدم: آخر من چی کردم؟ پدرم نزدیک آمد و نفس زنان گفت: تو زندگی مرا تباه کرده ای. تو را با خون خودم کلان کردم که یک چیزی شوی. عصای من باشی، نان و آبی داشته باشی. حالا تو هیچ چیز نشده ای. به دیوارهای اتاق اشاره کرد. من این تصویرها را چه کنم؟ چه کنم که تو داستان می نویسی؟ چه کنم که تو نویسنده شده ای؟ بعد به تصویرها حمله برد. همه را از دیوارها کند. خواستم مانعش شوم. زاری کنان گفتم: چی می کنید خدایا؟ پدرم مرا از خود راند. تصویرها را لوله کرد و از عرسی به کوچه انداخت.
بعد کتابهایم را یکی یکی در حالی که بر هر کدام تفی میانداخت به کوچه پرتاب کرد. با عجله به کوچه دویدم. کتابها و تصویرها روی سرک تیتو پراگنده شده بودند. چند تا کودک دور کتابها جمع شده بودند و گاهی به کتابها و گاهی به ارسی اتاق من می نگریستند. من به جمع کردن کتابها پرداختم. پدرم سرش را از ارسی بیرون کرد و فریاد کشید: حالا از نویسندگیت نان بخور ای نویسنده. ارسی را به شدت بست. لختی بعد پدرم سرش را از دروازه کوچه بیرون کشید و فریاد زد: حالا از نویسندگیت نان بخور ای نویسنده. دروازه کوچه را بست و شنیدم که زنجیر را انداخت. کتابها را جمع کردم. تصویر را هم جمع کردم. کودکان با ترحم کودکانه ایشان خیره خیره مرا می نگریستند. یکیشان پرسید: چرا پدرت تو را از خانه کشید؟ جواب دادم: برای این که نویسنده هستم. کودک پرسید: کار بدی است؟ گفتم: ها، یک عیب بزرگ دارد. آدم نمی تواند پیسه نان خودش را پیدا کند. کودک مثل آن که دلداریم بدهد گفت: برو یک کار دیگر کن، قصابی کن. گفتم: می کنم، حتما یک کاری می کنم، شاید هم قصابی. کودک گفت: برادر کلان من قصابی می کند، پدرم بسیار دوستش دارد. گفتم: درست است. کودک که در جمع کردن کتاب ها کمکم می کرد افزود: اگر می خواهی قصابی کنی، من برادرم می گویم که تو را شاگرد بگیرد. لبخندی تلخ بر لبهایم نقش بست. سرم را تکان دادم و گفتم: در این باره فکر می کنم. کتاب ها را زیر بغلم گرفتم و براه افتادم. نمی دانستم کجا بروم. تنها فکرم این بود که باید نانی برای چاشت داشته باشم. کاروان قصه در برگیرنده داستان‌های زیبا و دلانگیز از نویسندگان خوب کشور. شنیدن این برنامه را ساعت 10:30 تا 11 شب‌های دوشنبه و سه‌شنبه از رادیوی ملی افغانستان روی موج متوسط 1107 کیلوهرتز و 105.2 FM فراموش نکنید. خوب شنوندگان عزیز برنامه کاروان قصه، این بود داستان خواستم نویسنده شوم که به حضورتان به خوانش گرفتیم. قابل یادآوری است برنامه کاروان قصه را از طریق صفحات اجتماعی رادیو تلویزیون ملی افغانستان نیز می توانید دنبال نمایید. و تا شب دیگر و داستان دیگر شما را به خداوند منان می سپارم. بقیه شبتان خوش. خدا یار و مددگارتان. راشن بشی زرغون بشی وادان افغانستان، راشن بشی زرغون بشی وادان افغانستان. پزړکی می کرلې د جانان افغانستان، راشن بشی زرغون بشی وادان افغانستان، راشن بشی زرغون بشی وادان افغانستان. چې کله د هم څوک را تنم واخلي د زړه سره، چې کله د هم څوک را تنم واخلي د زړه سره، زه سم ورسره چغې کړم قربان افغانستان، راشن بشی زرغون بشی وادان افغانستان، راشن بشی زرغون بشی وادان افغانستان. پروی د شهداو یتیمانو مظلومانو، پروی د شهداو یتیمانو مظلومانو، خالقا د
جګړو کړې په امان افغانستان راشن بشي زرغون بشي ودان افغانستان راشن بشي زرغون بشي ودان افغانستان بیگامی خوب لید چی اسلامی نړۍ یوځوي بیگامی خوب لید چی اسلامی نړۍ یوځوي پټولو کې سر لوړوي روان افغانستان راشن بشي زرغون بشي ودان افغانستان راشن بشي زرغون بشي ودان افغانستان